اومدم بالا رسیدن 3-4 تا مش بهش زدم نداشتم گفتم ولشون 2 تا مش بهش زدم بعد دیدم گفت برو چاقو برو سمت من ورد. این بار سلام. پرونده های جنایی همیشه برای همه جذاب بودن، چه قتل باشه، چه تجاوز، چه اسید پاشی، تمام برای همه جذاب بوده و همه دوست داشتن که از عمق ماجرا خبردار باشن. پرونده‌ای که امروز قراره بررسی کنیم در مورد پرونده یک عشق عاشقی نافرجام و عشق عاشقی یک طرفه کوشا به مهسا. بریم با هم ببینیم که پرونده پل مدیریت به کجا ختم میشه. پرونده‌ای که امروز می‌خوایم بررسی کنیم پرونده کوشا پارسا و مهسا امین‌فروغیه. کوشا 22 ساله، دانشجوی رشته ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی و مهسا هم همینطور. دو عزیز دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی تهران بودن سمت محله سعادت آباد. از طرفی کوشا علاقه یک طرفه‌ای داشت به مهسا و ابراز علاقه شدید بهش میکرد. از طرف دیگه مهسا همیشه دست رد به سینه اون میزد و اونو توی جمع و دانشگاه مسخره میکرد و باعث خنده دیگران میشد. این قضیه کوشا رو خیلی عصبانی کرده بود و همش به فکر انتقام بود. باعث ترسوندن مهسا میخواست بشه و اونو اذیتش کنه. سال 1385 زیر پل مدیریت سعادت آباد تهران یک دختر دانشجوی رشته ادبیات انگلیسی هم کشته شده بود، ولی این داستان با اون داستان خیلی فرق داره. روز حادثه ما اینطوری شروع شد. از چند وقت قبل کوشا با توجه به اینکه از طرف مهسا مسخره میشد و خشمی از طرف اون تو دلش بوده، اونا رو تعقیب میکرده و کشیک میکشیده که ببینه اونا کی میان دانشگاه. روز حادثه که یعنی 15 تیر ماه سال 1390 بوده، کوشا با یه موتورسیکلت دور و بر دانشگاه میگشته و میبینه که مهسا و یکی از همکلاسیاش با هم دارن به سمت دانشگاه میان. صورت خودش رو میپوشونه و موتور رو زیر پل پارک میکنه و بالای پل میره. وقتی که بهشون میرسه با ضربات چاقو به گفته خودش میخواسته بترسونه، ولی خشم زیادش باعث میشه که مهسا رو به شدت و به صورت خیلی فجیح با چاقو بزنه و دوستش رو هم همینطور و سعی به فرار میکنه که اهالی محله ده ونک و کسبه‌ای که اونجا حضور داشتن محاصرش میکنن و دستگیرش میکنن. یک وسیله نقلیه‌ای که یک پیکانوانت هم بوده اونجا حضور داشته و مهسا رو راهی بیمارستان میکنه، ولی متاسفانه مهسا فوت میکنه و دوستش هم از ناحیه دست مجروح میشه. قاتل 22 ساله داستان ما پس از اینکه توی صحنه قتل دستگیر شد و به پلیس آگاهی پایگاه 10 پلیس آگاهی تهران دلالتش دادن، توی مرحله اول نظریه پزشکی قانونی مبنی بر این بود که اون کاملا سالمه و توی بازجویی ها وقتی داشت صحبت میکرد گفت که دیگه امیدی به زندگی نداشته و میخواسته به زندگی خودش پایان بده. کوشا میگه که هیچ امیدی برای زندگی نداشتم، میخواستم خودم رو بکشم و از این زندگی راحت شم، ولی چون مهسا رو دوست داشتم و تنها امید من واسه این زندگی بود، اون هم منو مسخره کرده بود و عشقم رو تبدیل به نفرت کرده بود. پس تصمیم گرفتم که اول اونو بکشم و بعد خودم رو از این زندگی راحت کنم. وقتی که امتحانات دانشگاه تموم شد میدونستم که برای دیدن نمراتش به دانشگاه میاد. برای همین چند روزی دور و بر دانشگاه کشیک دادم که تا روز حادثه اونو نزدیک دانشگاه دیدم و اون اتفاق افتاد. کوشا تو ادامه میگه که من خیلی ناراحتم و واقعا نمیتونم توی صورت خانواده مهسا نگاه کنم، برای اینکه اونا رو تا آخر عمر داغدار کردم. تو این مدت که ازم میپرسن چرا به خاطر یک دختر این کار دست به این کار زدی و اونو کشتی، واقعا جوابی ندارم بهشون بدم، ولی کوشا میگه که مهسا تنها امید من واسه زندگی بود و تنها کسی که میتونست منو تو این زندگی خوشبخت کنه.
هرچی علاقه‌م رو بهش بیشتر ابراز میکردم اون بیشتر منو پس میزد و باعث میشد که من شخصیتم خورد بشه. گفت حتی آخرا متوجه شدم که منو مضحکی عام و خاص کرده و جلوی بقیه بهم میخندن. دیگه غرورم کامل شکسته بود و عشق من تبدیل به نفرت شده بود و هر روز این نفرت توی وجود من پررنگتر و پررنگتر میشد. برای اینکه غرور خودم رو حفظ کرده باشم و بگم که هنوز من یه آدم با شخصیتم، این نقشه شوم رو توی ذهنم کشیدم و هر روز بهش بال و پر میدادم و منتظر اون روز بودم، چون میدونستم که مهسا درسش تموم شده و میخواد بیاد نمراتش رو ببینه و آماده بشه برای جشن فارغ التحصیلی و من این اجازه رو بهش ندادم. 6 روز پس از حادثه پدر کوشا خودش رو به تهران میرسونه و با حضور توی پایگاه 10 آگاهی تهران خواستار ملاقات با پسرش میشه. بعد از گفتگو با مامورین آگاهی میگه که کوشا پسر خیلی آروم و درسخونی بود و ما اصلا انتظار چنین رفتاری از اون نداشتیم. چند روز قبل با ما تماس گرفت و گفت برای اینکه خستگی امتحان از تنش در بیاد بخواد مسافرت بره. تا من از این داستان مطلع شدم و خودم رو به تهران رسوندم، ولی هنوزم که اینجام این داستان رو باور ندارم. میدان کاج رو در ذهن مردم زنده کرد. دو دختر خانم با هم میرفتن، بعد اون پسره که اومد از پشت سر اینو زد، وقتی که زدش دیگه خوابوندش، با چاقو منو زدن. مقتول دختر دانشجویی بود که قربانی علاقه یک طرفه همکلاسیش شد. با دو اومدم بیرون دیدم که شلوغه، اما جنایتی متفاوت تر از میدان کاج. اومدم بالا رسیدن 3-4 تا مش بهش زدم، نداشتم گفتم ولش کن، 2 تا مش بهش زدم، بعد دیدم گفت برو، چاقو به سمت من آورد. این بار شاهدان و مردم فقط تماشاگر نبودند و با دخالت خود در صحنه و درگیری با قاتل تلخی ماجرای کاج رو تکرار نکردند. یهو بلند شد فرار کرد. این دختر رو گرفتن از این پلا بردن پای. چون که حالش خیلی بد بود بچه‌ها گذاشتن پشت وانت، بچه‌ها رستوران بردنش بیمارستان. دیگه ما بعدش مطلع شدیم که متاسفانه ایشون فوت کردن. فرار کرد، دنبالش کردم همینطوری رفت پلا که رفت پایین، اینجا داشت پایینی رفت، یهو این پلا چند پله افتاد. یه پیرمردی بود که یه لوله دستش قاطع اونجا فرار میکرد، لوله رو پرت کرد واسش، افتاد تو اتوبان. بعد اومد رفت از نرده پرید تو اون گودیه، دیگه همه دنبالش کردن، دیگه مردم حلقه زدن دورش گرفتنه. این قسمت دیدم اینجا افتاد، بعدن گرفتنش. و متهم با حضور و دخالت به موقع مردم از فرار باز ماند و تحویل پلیس شد. ولی کوشا توی اعترافاتش چیزی دیگه ای میگه که از زمان بچگی خیلی مشاجره تو خانواده‌اش زیاد بوده و همیشه تو خانواده پر از تنش بوده. برای همین چندی بار جلسه مشاوره یا تراپی رفته بوده و تا بتونه خودش رو توی جامعه بهتر نشون بده، ولی همیشه گوشه‌گیری میکرده. برای همین همیشه با پدر، مادر و برادر خواهرش زاویه داشته و همیشه باهاشون یک مشکل کوچیکی تو خونه وجود داشته. چهارشنبه 5 مرداد 1390 رأس ساعت 11 صبح جلسه علنی دادگاه کوشا پارسا توی دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. به ریاست قاضی عزیزالله محمدی و عدم حضور والدین مهسا یکی از نکات این جلسه بود که وکلای اونها میگن به دلیل تعلمات روحی شدیدی که داشتن حاضر به حضور توی این جلسه نشد. توی جلسه دادگاه مرضیه که دوست مهسا بود و همراه مهسا تو روز حادثه بود تو جایگاه اومد و ماجرا رو اینطوری تعریف کرد. به گفته مرضیه 2 سال قبل بعد از یک امتحان مهسا و مرضیه به اتاق اساتید میرن تا در مورد امتحان با استادشون صحبت کنن، کوشا رو اونجا میبینن و اولین دیدارشون اونجا بوده. بعد از این قضیه بعد از 2 هفته مهسا به مرضیه پیام میده که آره کوشا به من پیام داده و درخواست دوستی کرده و درخواستش رو رد کرده و چند بارم سعی کرده که شماره‌شو بهش بده تا ارتباط با هم برقرار کنن، ولی
این اتفاق نیفتاد. بعد از اون کوشا از مرضیه درخواست میکنه که وساطت کنه تا ارتباطشون شکل بگیره و مرضیه به کوشا میگه که فکر مهسا رو از سرت بکن بیرون، چون بعد از اینکه درس مهسا تمام شه میخواد از ایران مهاجرت کنه و بره. بعد از اون قضیه دیگه هیچ ارتباطی خاصی بین ما و کوشا اتفاق نیفتاد تا روز حادثه. روز حادثه مهسا چند قدم از من جلوتر بود که یه دفعه دیدم یک مردی از کنارم از پل رد شد و مهسا رو گرفت و به دیوارها چسبوند و شروع کرد ضربه زدن به شکم مهسا. اولش فکر کردم که داره با مشت مهسا رو میزنه، ولی بعد از اینکه مهسا به زمین افتاد و خون ازش جاری شد فهمیدم که چاقو دستشه. توی انجام همین حرکات بود که پارچه‌ای که رو صورتش بود از صورتش افتاد و دیدم که کوشاه. کوشا انقدر عصبانی و خشمگین بود که هیچ گونه صداهای دور اطرافش اهمیت نمیداد. هرچی من التماس میکردم و داد میزدم هیچ افاقه‌ای نداشت و مردم هم از ترسشون جرئت نمیکردن که جلو بیان. تو ادامه داستان یکی از شاهدینی که توی تعقیب و گریز تونسته بود کوشا رو دستگیر کنه تو صحنه علنی دادگاه میگه که بعد از توی لحظه حادثه یه ماشین گشت کلانتری اونجا حضور داشته، ولی بعد از اینکه صحنه رو میبینه از اونجا میره و چند تا شاهد دیگه هم که توی صحنه بودن این قضیه رو تایید میکنن و بعد از نوشتن استشهادنامه و امضاشون اون داخل پرونده میذارن که به گفته شاهدین اون برگه استشهادنامه رو از تو پرونده برداشتن یا گم شد. در ادامه یکی دیگه از شاهدان میگه که با توجه به طولانی شدن سر و صدا از بالای پل خودمون رو به بالای پل رسوندیم و همراه یکی دیگه از شاهدینی که تو صحنه بود و یک آتش نشانی که اونجا بود مهسا رو به پایین پل آوردیم و مهسا جلوی چشم صدها نفر که در حال فیلم برداری بودن فوت کرد. روز دادگاه نوبت کوشا شد که به جایگاه بره. همه شاهد بودن که کوشا با پاهای لرزون و دستای لرزون و معلوم بود که تپش قلب بسیاری داره تو جایگاه قرار گرفت و شروع به توضیح دادن کرد. کوشا گفت اولین سالی که وارد دانشگاه شدم مهسا رو دیدم و عاشق اون شدم. بعد از این هر طور که شده بود خودم رو به مهسا نزدیک کردم و ابراز علاقه‌ام رو انجام دادم، ولی جواب منفی گرفتم. چند وقت بعدش مهسا رو تو محل زندگی خودمون که سمت کرج بود دیدم و اونجا هم باز بهش پیشنهاد دادم که اون منو مسخره کرد و همین جمله اون باعث شد که من جلوی دوستان و هم محلیام مورد تمسخر قرار بگیرم. این حرف مهسا 4 سال توی ذهن من بود و من هرچی سعی کردم خودم آروم کنم نشد. هرچی با خودم تو ذهنم کلنجار میرفتم که بتونم اینو از ذهنم فراموش کنم و به زندگی عادی برگردم، بهتر که نشد هیچ، بدترم شد. کوشا ادامه داد که 4 سال تموم تو فکر انتقام بودم. 2 تا چاقو داشتم که یکیش رو از یکی از دوستان به یادگار گرفته بودم. اونا رو گرفتم و روز حادثه به محل حادثه رفتم و اون اتفاقی که نباید میافتاد افتاد. وقتی که دستگیر شدم تو کلانتری من گفتن که حدود 30 تا ضربه چاقو زدی که من اصلا باورم نمیشد. نهایت فکر می‌کردم که 2 تا یا 3 تا زده باشم. وقتی که با مهسا درگیر بودم و داشتم اون رو میزدم مرضیه من نزدیک شد و پارچه که رو صورتم بود کشید و بهش گفتم از اونجا برو، ولی اون هم متوجه حرف من نشد و مجبور شدم که اون رو بزنم. وقتی که داشتم فرار میکردم یکی از شاهدا دنبالم بود و میدونستم که دیر یا زود دستگیر میشم، ولی خودم وایسادم و مردم ریختم سرم و با چوب و چماق منو زدن و اونجا بیهوش شدم. کوشا تو جواب اینکه نظر مهسا در موردش چی بود اینطوری هم میگه که مهسا هر جوری که شد من توهین کرد. من میخواستم این مسئله رو با خانواده‌اش در میون بذارم، ولی وقتی دیدم که جواب خودش منفیه و داره به من توهین میکنه فکر میکردم که جواب خانواده‌اش هم قطعا همینه و منو سنگ رو یخ میکنن. مرضیه دوست مهسا در مورد اینکه قبلا مهسا کرج زندگی میکرده یا اینکه برای تحقیق به کرج میرفته همه رو کذب خوند و گفت مهسا نه تو کرج زندگی کرده و نه تا الان برای تحقیق پاشو کرج گذاشته. پس این حرفای کوشا هم از بون کذبه. کوشا تو ادامه میگه که من تو خانواده‌ای بسیار متشنج بزرگ شدم. افسردگی داشتم. پدر و مادرم توی علوم پزشکی بازنشسته علوم پزشکی بودن و خواهرم
فوق لیسانس داشت، ولی از بچگی پیش دکتر روانپزشک میرفتم و دارو مصرف میکردم. ولی همونطور که گفتیم کارشناسای پزشکی قانونی به این نتیجه رسیده بودن که تو سلامت کامل عقل کوشا این کار رو انجام داده. تو آخرین صحبتاش کوشا تو جایگاه میگه که بهترین رفتاری که میتونستم از خانواده مهسا ببینم دیدم و واقعا شرمندم. من از جامعه عذرخواهی میکنم و از خانواده خودم و از خانواده مهسا عذرخواهی میکنم و نمیدونم باید چیکار کنم و قانون باید کار ما رو پیش ببره. سرانجام داستان ما 22 شهریور 1390 حدود 2.5 ماه بعد از اون حادثه تلخ تو محل حادثه 4:15 صبح راه ها رو میبندن، خبرنگارا جمع میشن و حدود ساعت 6:30 صبح به دستور مقامات قضایی کوشا پارسا اعدام میشه. اینم از پرونده فجیع پل مدیریت. شاید این پرونده یکی از تلخ‌ترین و فجیع‌ترین پرونده‌های دهه 90 شمسی بود که توی تهران اتفاق افتاد. خب به قول محمد رضا احمدی یه قرار بذاریم بشینیم آه بکشیم تا محاکمه دیگه یا حق.